من صاحب دو دخترم. بار سیوم حامله شدم، اما در نصیبم نبود. بعد چند وقت خواب دیدم که مرد پشتش طرفم گردانیده بود و گفت که این دفعه پسردار می شوید. باید نامش را قاری عبدالمؤمن مانی و من نام بنیامین را دوست می داشتم. با گفتم او چیزی نگفت و رفت. خواهش میکنم درباره همین نام و خواب کمتر معلومات میدادید. خدای مهربان اولا خواهر عزیز که از ما سوال کردن دو تا دخترچه دار بوده است و در خوابش نفری را دیده است که با این خواهر ما گوشزد کرده است که این دفعه مقصد شما پسردار میشوین و نام او را عبدالمؤمن گذارید. و این خواهر ما گفته است من نام بنیامین را دوست می‌دارم. او چیزی نگفت. خواهر عزیز اولا خدای مهربان شما را صاحب فرزند صالح، همون پسری که اگر خواهش شما باشد، طلب شما باشد، الله مهربان هیچ دستی را خالی بر نمیگرداند. خدا شما را صاحب همون پسر بچه گرداند. و البته نام عبدالمؤمن خواهرای عزیز، هر یک نامی که در ابتداش اگر عبد باشد مثل عبدالمؤمن است، عبدالرفیق است، عبدالجمیل است، عبدالستار است. یعنی وقتی در ابتداهاشون نامهای وقتی کلمه عبد می آید، البته این محبوب ترین نامها و سوی خداوند به حساب می رود. غیر نام عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالخلیل که اینها در پشت عبد باید نام از نامهای الله مهربان یا صفت از صفتهای الله مهربان باشد. از این لحاظ ما میتونیم برادرای عزیز محمد رسول گوییم، محمد نبی گوییم یا خلیل با طریق خلیل خالی گوییم. اینها البته بهتر می شود. از این لحاظ همین نامی که اگرچه در خوابم که شما شنیده باشین عبدالمؤمن نامی زیبا هست. خدا اگر این بچه را نصیب تان گرداند همین نام شما خواهر عزیز گذارید. الله مهربان عمر دراز ایمان کاملش دهد.